اداره روس‌خلخوزنادزور ولایت سوردلوفسک روسیه خبر داد که روز 21 دکامبر کارمندانش امروز با کارمندان گمرک فرودگاه کالسو و شهر اکاترینبورگ هنگام تفتیش باگاج مسافرانی که از تاجیکستان می آمدند از یک کوشش به قلمرو روسیه وارد کردن محصولات ممنوع جلوگیری کردند. یکی از مسافران در باگاج دستیش میخواست توسط فرودگاه کالسو 2 کیلو و 150 گرم گوشت در خانه پخته شده را به مرز روسیه وارد کند. به قلمرو اتحاد گمرکی در آوردن چنین محصولات از ماه ایون سال 2010 منع کرده شده است. گفته می شود در اطلاعیه روس‌خلخوزنادزور ولایت سوردلوفسک این نهاد میگوید که 2 کیلو گوشت قیله مسافر تاجیک را با مقصد پیشگیری از پنج شدن بیماری های سرایتی خاصه هم حیوانات و هم انسان ها به قلمرو روسیه مصادره و نابود کردند. مسافر تاجیک باشد بر علاوه از دست دادن هدیه از خانه آورده‌اش همچنین بر اساس ماده 108 کودکس قانونشکنی های مأموری روسیه به جوابگری مأموری کشانده شده جریمه بسته شده است. مقامات روسیه چند سال باز واردات محصولات غذایی از کشورهای دیگر از جمله از کشورهای مهاجرفرست آسیای مرکزی را منع کردند. روسیه از 1 اپریل به پرواز مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان اجازه داد و از آن به بعد پیوسته درباره مصادره محصولات چون شیر و جرغات و قروت، عسل و چهارمغز و مویز، نوس و حتی گشنیش و زیره از مهاجرانی که به روسیه می آیند خبر می دهد.